بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهید و ترغیب الی القتال، لیکن برای قتال که انسان بتواند برای خدا جان و مال خود را فدا کند تقوا لازمی ہے. بعد از ایمان باید تقوا داشته باشد. تقوا سروران گرامی یعنی چی؟ تقوا معنای پرهیز، اجتناب. از چه چیز پرهیز و اجتناب؟ بزرگان گفتن تقوا همه سه مرحله دارد. درجه اول از کفر و شرک اجتناب، این اولین پله تقوا. با موجودگی کفر و شرک به هیچ عنوان انسان متقی نمیشه. درجه دو اوامر الهی را به جا آوردن و از منهیات اجتناب کردن. امتثال اوامر و اجتناب از مناهی، این درجه دو تقوا. بدون این چیزها هم هیچ انسانی متقی نمیشه. و درجه سه تقوا اجتناب از هر غیر خدا، یعنی تبتل کامل، کاملا انسان به خدای عزوجل متوجه بشود که از همه چیز ببره که این مقام بسیار عالی هست و خدا پیامبرش را برای به دست آوردن این مقام فرمود و تبتل الیه تبتیلا. این هم بندگان خاص خدا می توانند. بله درجه دو تقوا باید باشد. درجه اول باید باشد اجتناب از کفر و شرک، امتثال اوامر و اجتناب از مناهی. خب این ترک کفر و شرک، اجتناب از کفر و شرک و امتثال اوامر الهی و اجتناب از مناهی چقدر باشد؟ تا دم مرگ. نمیرید مگر شما زیر بار خدا باشید، یعنی زیر بار طاعت باشید، اوامر الهی را انجام بدید و از منهیات اجتناب بکنید. بعد از اجتناب کفر و شرک زمان این تقوا را بیان کرد تا دم مرگ. باید هم از کفر و شرک اجتناب بکنید، انجام وظایف داشته باشید در اوامر و در مناهی. ای کسانی که شما ایمان آورده اید، اتقوا الله، بترسید از خدا، اجتناب بکنید از کفر و شرک، اجتناب کنید از مناهی، امتثال کنید اوامر را حق تقاته، همان اندازه که حق ترسیدن خدا هست. یعنی تا اندازه که شما می جای دیگه فرموده که اتقوا الله ما استطعتم، هر اندازه که استطاعت شما هست. لہذا حق تقاته خیلی بالاه. اگر اون نتوانید که اندازه توان خود از خدا بترسید، نافرمانی نکنید، خوف خدا در شما باشد. ولا تموتن، موت برای شما نیاید هرگز مگر در حالی که شما موحد و خدا پرست باشید. شما مسلمان واقعی، شما مسلمان باشید، یعنی زیر بار طاعت باشید، از طاعت خدا. زمان تقوا طولانی سروران گرامی، چرا؟ زندگی انسان مشخص نیست. اگر هر انسانی میدانست که در پایان رمضان برای او موت می آید، او غیر از خوف خدا دیگه چه فکری در قلب خودش می داشت؟ انسان دیگه هیچ تصوری و هیچ فکری را برای خودش را نمی داد و قبل از مرگ هم می مون. یه حکمت رب العالمین هست که انسان را با یک سری امیدها و با یک سری چیزهای سرگرم کرده و نگهداری میکنه، ورنه این انسان موجود بسیار پوست کلفتیه. میداند که من میمیرم و همه چیز را میگذارم، باز هم قدم به هوش نمیگذارم. واعتصموا بحبل الله جمیعا، شعبه سے تعلیف قلبیه. خب برای اینکه شما متقی بمانید و تا آخرین لحظه شما بر ایمان و تقوا و اسلام بمانید، رمزش و راهش چیه؟ انسان تا آخری لحظه بتواند مسلمان بماند و انسان متقی بماند، رمز او چیه؟ این ما از کجا بگیریم
و این دوام برای ما باشد. میفرماید واعتصموا بحبل الله. اعتصام به معنی تمسک است. تمسک کنید و بچسبید به ریسمان الهی همه شما. دیگه اینجا استثناء نکرد ملا را که ملا به ریسمان خدا بچسبه، با کلمه جمیعاً زن و مرد، پیر و جوان، سالمند و غیر سالمند، همه به ریسمان خدا بچسبید تا که شما از کفر و شرک اجتناب بکنید و اوامر الهی را انجام بدهید. این ریسمان محکم الهی بچسبید. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. متفرق نشید، هر یکی یک مسیری را نبرید، همه شما به این ریسمان الهی بچسبید. ریسمان خدا چیه؟ توحید خدا، خدا پرستی، قرآن عظیم الشان. این ریسمان مستحکم الهی است. بین چنگ بزنید و واذکروا نعمت الله علیکم. هر روز یک نعمت جدیدی بر شما میرسد از خدا. همین زندگی خودش یک نعمتیه، همین صحت و سلامتی، همین اشتهای رزق، خوردن و خوابیدن و این اشتهایات، همه هر یک از اینا یک نعمته. اگر خدا از یک انسانی ذائقه غذا را بگیرد چقدر برای او سخته که غذا من نمیتونم بخورم، هیچ چیزی نمیتونم بکنم. تو این بر اثر غم هست. هر لحظه بر شما یک نعمتی می آید، این نعمتها را یاد کنید. اون رمز دیگر بقای شما بر تقوا است که به کثرت از نعمتهای الهی یاد کنید. واذکروا نعمت الله علیکم. این نعمتهای هر شب و روز الهی را که بر شما می آیند، متبادلا می آیند، متعاقبا می آیند، نعمتهای جدید. حضرت سعدی علیه رحمت می گوید هر نفس یک نعمت مجدد است. وقتی درون می رود و بیرون می آید، اینها نعمتهای مجددی هستند و در برابر هر نعمت شکری. فقط همین نعمت نفس را هم نمیتونیم تشکر کنیم. یاد کنید نعمتهای الهی را بر شما شده، خصوصا هنگامی که بودید شما اعداء، قبل از اسلام دشمن یک دیگر بودید. اوس حضرت اینها با یک دیگر عداوت داشتند. شما اعدا بودید، بین یک دیگر با یک دیگر دشمن بودید. الله تعالی احسان کرد، فالف بین قلوبکم، پس الفت انداخت بین دلهای شما. فاصبحتم بنعمته اخوانا، پس گشتید همه به سبب این نعمت که تالیف قلوب است، یا اسلام است و قرآن هست، یا بعثت پیغمبر است. شما به سبب نعمت الهی که قرآن باشد، پیغمبر باشد، دین اسلام باشد، شما برادر شدید. به سبب نعمت الهی شما برادر شدید. و قبلش از این و کنتم علی شفا حفرت من النار، بودی شما در کنار آتش جهنم. حالا شما کنار آتش جهنم بودید. فانقذکم منها، پس خدا نجات داد شما را از اون آتش جهنم به واسطه اسلام و بعثت پیغمبر و قرآن. این نعمت الله تعالی شما را از آتش جهنم نجات داد. كذلك يبين الله لكم آیاته، همچنین تبیین می کند الله تعالی برای شما آیاتش را تا که شما بر راه مستقیم ثابت قدم بمانید. لعلکم تهتدون، به راه مستقیم ثابت قدم بمانید، راه یافته شوید. خب یک رمز که شما می توانید تا دم مرگ بر اسلام بمانید، همه شما به ریسمان خدا بچسبید. همه شما نام از نعمتهای مجدد خدا یاد کنید که خدا چه نعمتهایی، خصوصا این الفت و محبت که به خاطر اسلام رسیده، هم نعمت خدا را یاد کنید و هم به ریسمان خدا بچسبید. و سوم، یک دسته از شما آمرین بالمعروف و ناهون عن المنکر باشید. این دیگر رمز بقای شما هست که شما می توانید متقی باشید. فرمود همه نه، یک جماعت.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر وأولئك هم المفلحون. باید باشند از شما یک امتی که دعوت به خیر بدن. همه نمیتونید، یعنی اشاره کرد قرآن عظیم الشان. اونجا گفت واعتصموا بحبل الله جمیعا، به قرآن و دین توحید همه باید بچسبید. لیکن دعات یک امتی باشند، داعی الی الخیر جماعتی از شما باشند. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه شما هست، لذا امر ولتکن برای ایجاد معدوم نیست. بکرین کنتم خیر امت اخرجت للناس، هذین وظیفه شماست. باید از شما یک امتی داعی الی الخیر باشد. خب داعی الی الخیر دو جنبه داره سروران گرامی، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امر به معروف کنند یعنی و نهی از منکر کنند. داعی الی الخیر دو شعبه دارد، امر به معروف کنند و نهی از منکر کنند. و مراتب نهی از منکر را پیغمبر علیه السلام بیان فرمودند که من را منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. اونی که ما منکر را فقط با قلبت بدانیم ضعیفترین ایمان معرفی شد، اضعفترین ایمان. با دست، دوم با زبان و سوم با قلب. که امروز متاسفانه دو شعبه اول از دست ما نمیشه. نه ما امر به معروف میتونیم بکنیم، نهی از منکر کنیم با دست، و نه هم میتونیم نهی از منکر کنیم لحظا با زبان. ما قدرت تبلیغ را، اون تبلیغی که انبیاء کردن، اون تبلیغی که اولیاء الهی کردن، امروز هیچی که از ما نمیتواند بکند. چه منکری بالاتر از کلمات شرکی است؟ چه منکری بالاتر از این همه خرافاتی که امروز در میان امت جا گرفته؟ ما هیچ قدرت نهی از منکر را نداریم. بعض دوستان برای تسکین قلب خود، برای آرامش دل خود میگه بابا امر به معروف که نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج کنید، نه از منکر. لیکن نه، قرآن این دو چیز را جدا ذکر کرده و علما هم میدانند، شما هم عالمید که یامرون بالمعروف عطف شد بر آن و ینهون عن المنکر. یدعون الی الخیر آن هست، دعوت الی الخیر. دعوت الی الخیر این جهاد باللسان هست، یعنی تبلیغ. امر به معروف و نهی از منکر این جهاد بالسنان هست، با شمشیر، که متاسفانه این امروز با ما نیست. فوقش آنهایی که از ما خیلی دلیرتر و ماهرتر و ایثارگرترن، فقط یک عمل خیری در حد زبان به کسی میگن که با آنها هماهنگ باشد. کسی که خلاف خط را میبرد حاضر نیست که کسی خود را ناراحت بکند. من در بسیار موارد در قلب خود من این چیز بسیار میکوبد مرا که خب اگر تو تبلیغ هست میکنی و تبلیغی و مبلغی و واعظ قرآنی، چرا این انسانها که تو تشخیص داده ای که راه بی راه میروند اینها را تبلیغ نمی کنی؟ چرا در مساجد اینها، در اماکن اجتماعی اینها چرا تو نمیری و خود را به مادر؟ یک زمان یکی حرف میزد و فلان و فلان، من نام یک جایی را گرفتم، من گفتم بیا تو واقعا حامی توحیدی. او حامی توحید نبود، تنقید میکرد بر حنفیت و تنقید میکرد بر شافعیت و
فکر را رد میکرد. او به زعم خودش توحید داشت و فکر را رد میکرد. من گفتم شما واقعا پرچمدار توحیدی، بیا من با تو قول مردانگی، من و تو میریم دو تایی فلان جا، فقط تو بغل من بیش توحید من بیان میکنم. خیلی من اصرار کردم، من اینقدر جرأت نکرد که خب بریم. همین قدر هم جرأت نکرد. در یک جای تجمع که عبادت غیر الله میشد و شرک سری و جلی میشد، من گفتم تو بیا من بیان میکنم، تو فقط بغل من بی. من انسانیم، دو نفر باشم بهتره. هر چی من انسان، اون فکر که شاید من میرم، نمیدانست که من از او بیشتر میترسم. ها همینطور عزیزان من، امروز قدرت امر به معروف و نهی از منکر من همین چیز را میگم که ما نداریم. حالا شما هر برداشت داری، برداشت من اینه که ما امروز قدرت امر به معروف و نهی از منکر را نداریم. ما جای امر به معروف میکنیم که نهی از منکر میکنیم که آب ما سردش گرم نباشد، گرمش سرد نباشد. فصل زمستان ما نه سردی ببینیم، فصل تابستان ما نه گرمی ببینیم. اونجا دیگه ما امر به معروف و نهی از منکر، اون هم در چه بودی؟ در بود نماز خواندن و روزه گرفتن و حج و زکات کردن. فوقش ما جرأت میکنیم و عقاید زائغه و اباطیل را که قرآن اینها را رد کرده، اونها را هم نمیتونیم رد کنیم. ما مسائل هم نمیتونیم مسئله اساسی اعتقادی را مطرح کنیم. بله اینها واقعا که امر به معروف داعی الی الخیرن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن، به چه ثمره مواجهن. خدا توفیق بدهد که ما داعی الی الخیر باشیم، امر بالمعروف و ناهی عن المنکر باشیم. الله تعالی فرموده اولئک هم المفلحون، همینها واقعا رستگارند. و واقعا امروز همین حرکت جزئی، حرکت بسیار جزئی و محرمانه و سری امر به معروف را رسول پاک صلی الله علیه وسلم و اصحاب کرام با چه شیوهی کردند. سروران گرامی، نمونه زنده امر به معروف و نهی از منکر زندگی بعدی رسول الله و زندگی صحابه رسول الله بودند. آنها برای امر به معروف و نهی از منکر جان دادند، جان دادن تا بتوانند توحید را مطرح کنند، جان دادن تا بتوانند اسلام را مطرح کنند. امروز ما تا جان ندیم مثل صحابه، ما نمیتوانیم این همه انسانیت را ابلاغ کنیم. حالا برای دعوت نماز اعتقاد منه همین حی علی الصلاة بسه. برای دعوت روزه همین قد بسه. حالا قدرتی هست که اگر کسی نماز نمیخواند، روزه نمیگیرد، او را استداد. چرا نماز نمیخوانی؟ چرا روزه نمیگیری؟ مواجه شد با کسی که نماز نمیخوانه منکره، کسی که روزه نمیگیرد منکره. اون قدرت باید در مسلمان باشد که موقع نماز بازار مسلمان با بازار کافر فرق داشته باشد. کاملا بازار مسلمان باید تعطیل بشه دیگه. اونها هستن آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر که اذان شد تا پایان اذان دیگه مغازه و بازار و داد و ستد نباشد، همه در مسجد. و اگر کسی تخلف میکند از این فرمان خدا، او را بازخواست کند. اونه ولا تکونو، باز هم این احسانیه اضافه بر اذان. مردم دم خانه ها میرن، دعوت به نماز، دعوت به روزه، دعوت به ذکر، دعوت به پاکی. این یک نعمتی اضافه هست و یک احسان اضافه بر آن دعوت هست که انسان انجام میدن و او را میرن دلالت میکنن، محرمانه میارن. و لحاظا این یکی از احسانات الهی است که هر بنده خدای انجامش میده، برای این هم ثواب میرسه و هم نوعی به اصطلاح دلسوزیه و همدردیه و همفکریه که انسان دارد نسبت به هم نوع خودش، هم جنس خودش، هم مکتب و هم ایده خودش دارد. لیکن آنچه که خدا میخواهد الله تعالی میگه. معروف چیه؟ تعریف اینجا نوشته کل ما وافق القرآن و السنه فهو معروف و کل ما خالف القرآن و السنه فهو منکر.
هر چی موافق قرآن و سنت هست این معروفه، هر چی مخالف قرآن و سنت هست اون منکره، نهی از اون منکر باید کرد. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، زجر با تحقیق، نباشید مؤمنین شما مثل آنهایی که متفرق شدن در توحید، اختلاف کردن به خاطر ضد و اناد، بعد از این که آمد پیش آنها بینات و اولئک لهم عذاب عظیم، آنها اینه که برای آنها عذاب عظیم هست. عذاب عظیم روزی هست که تبیض وجوه، سفید میشن چهرهایی، و تسود وجوه، سیاه میشن چهرهایی. خدا پناه بدهد. پس آنهایی که سیاه میشن چهرهایشون برایشون اعلان میشود اکفرتم بعد ایمانکم، آیا کفر کردید بعد از ایمان؟ دو نوع ایمانه، یک ایمان فطری، هر مولود را خدا بر فطرت ایمان خلق میکنه، یک ایمان به اصطلاح غیر فطری تشریعیه که بعد شما کلمه اظهار کردید، گفتی لا اله الا محمد رسول الله، لحظه به مقتضای لا اله الا الله و محمد رسول الله عمل نکردن و زیر بار طاعت نرفتن، این کفر بعد از اظهار ایمان. شما بعد از اظهار ایمان یا بعد از اظهار ایمان فطری شما کفر کردید، اکفرتم، بهشون اعلان میشه یقال اکفرتم بالذی بعد ایمانکم، بعد از ایمان فطری یا بعد از ایمان اعترافی، پس بکشید عذاب را به سبب کفری که در طول تاریخ کردید. یعنی عذاب ظلمن نیست بلکه نتیجه کفر شما. و اما الذین ابیضت وجوههم، آنهایی که سفید میشن چهرهاشون، اللهم اجعلنا منهم، ففی رحمت الله، آنها در رحمت خدا هستند. در این تعبیر که جنت از رحمت محض است نه از عمل، الله تعالی فرمود اینها در رحمت خدا هستند، یعنی جنت سبب حقیقیش فضل خدایه. هم فیها خالدون، همیشه در جنت میمانند. تلک آیات الله، جمله معترضه برای صداقت رسول الله، اینها آیات الهی است ما بر شما تلاوت میکنیم به حق، یعنی موافق حکمت. و ما الله یرید ظلما للعالمین، جواب شبهه است، دفع شبهه، و الله تعالی اراده نکرده ظلم را برای جهانیان. در جزا و سزا و در دستور جهاد الله تعالی اراده ظلم را به عالمیان ندارد، بلکه جهاد به خاطر چیه سروران گرامی؟ جهاد به خاطر این نیست که انسان فقط سیطره و حکومت برقرار کند. جهاد به خاطر اینه که ائمه کفر، رهبران کفر، زمامداران کفر از قدرت و رهبری کفر بیان پایین و دعوت به انسانها ابلاغ بشه. اگر صحابه در ایران و روم با قدرت جهاد وارد نمی شدن و ساسانی ها را از قدرت خدا پایین نمی آورد، آیا پرچم اسلام الی یومنا هذا؟ جهاد به خاطر اینه. الله تعالی شما را که دستور میده بره جهاد کنید با این انسان ها، هدف خدا، پس خدا چرا استیصال نمی کنه؟ مثل قوم های متمرد کرد. خود جهاد، دستور جهاد یک نعمتیه که آن یک سری انسان ها از جهنم نجات کنه. قدرت جهاد وقتی می آید، سیطره کفر می آید پایین، زمین دعوت و تبلیغ و ارشاد، عرض کردن قرآن آسان میشه و دعوت آسان میشه، امر به معروف آسان میشه، نهی از منکر آسان میشه و خود به خود ایمان جا میگیره. و عمل رسول پاک صلی الله علیه وسلم هم همین بوده. باقی خدای عزوجل بدون دستور جهاد همه چیز به خدا اختصاص دارد. این دلیل توحید عقلیه و ترغیب و تشجیع بر قتاله. هر چی در قبضه قدرت خدا هست، لذا از کفر و از کفار نترسید که همه چیز در قبضه قدرت الله هست. به خدا اختصاص دارند که در آسمان ها آسمان که در زمین، و به طرف خدا ارجاع داده بشون تمام امور. کنتم، خب اینجا بعد آمد اطاعت توحید و تردید شرک را ادامه بدهید. کنتم خیر امت، شما بهترین امتی و اخراج شما شده است برای نفرسانی مردم. بزرگترین نفعی که خب کارخانه بزنی هم به انسان نفع میرسه، زمین کشاورزی رو مساعد کنیم و
باغ بزنیم، کشاورزی را پیشرفت بدیم، هم به انسان نفع میرسه. دامپروری کنیم، هم به انسان از این دامپروری ما نفع میرسه. پشم و مو و پوست و شیر و روغن و این دامه ها، اینها نفعشون به انسان ها برمیگرده. این دامدار خودش که رمه یک چند راست گوسفند دارد، چند هزار گوسفند دارد، منفعتش به عامه میرسه، بلکه منافع این گوسفند دامه ها به تمام دنیا میرسه. یکی از پشم آن استفاده میکنه، یکی از کرک و موی آن استفاده میکنه، یکی حتی از استخوان آن استفاده میکنه و یکی از گوشت و شیر آن استفاده میکنه. خلاصه اینها هم نفرسانیه، لیکن الله تعالی میگه نفرسانی که شما برای آن پیدا کرده شده اید و خلق شده اید. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. این خبر به معنی انشاء، امر به معروف کنید و نهی از منکر کنید، برای امر ثابت قدم بمانید و تؤمنون بالله و یقین هم داشته باشید که شما مامور خدایید. این نیست که شما قبلا بعضی ها اینطور معنی می کنن که بعد ایمان گفت اول امر به معروف کرد. نه، اینجا تؤمنون بالله معنی اینه که شما بر مقتضای ایمان همین امر به معروف و نهی از منکر را یقین داشته باشید که وظیفه الهیه که شما انجامش میدید. بر این مسئله باور داشته باشید. چرا وقت امر به معروف و نهی از منکر بشود شما مورد اذیت و آزار قرار میگیرید. وقتی مورد اذیت و آزار قرار گرفتید بدانید که این اذیت و آزاری که به شما وارد میشود به خاطر امر به معروف و نهی از منکر، شما اسیر میشید، کشته میشید، جلاوطن میشید، ضربه میخورید، با شما جنگهای اقتصادی و غیره میشود، یقین داشته باشید که شما حکم خدا را اجرا میکنید. شما بر این وظایف خود یقین هم داشته باشید. ولو آمن اهل الکتاب، اگر اهل کتاب تصدیق میکردن این وظایف را، خود را موظف میدانستن به امر به معروف و نهی از منکر و تصدیق به دستورات الهی، تو لکان خیر لهم، برای آنها بهتر بود. بعضی از آنها مؤمنان و اکثرهم الفاسقون، اکثر آنها فاسقن، یعنی الخارجون عن الدین، از دین بیرونن. لحظه اکثر اینها فاسقن، اینها به ما ضرر میرسانن. الله تعالی فرمود لن یضروکم الا اذی، هرگز هرگز شما آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر و تصدیق کنندگان حکم خدا را آنها ضرری نمیرسانند الا اذی، مگر یک تکلیف زبانی. با زبان میشه شما را تانهی بزنن، با زبان دیگه جرأتی. و این مسلم سروران گرامی، اگر ما واقعا داعی الله باشیم، دعوت غیر بر ما اثر نمی کند، دعوت کمونیست بر ما اثر نمی کند. اگر ما داعی الله باشیم، ما بدانیم دعوت الله را و تصدیق هم داشته باشیم که حکم خدا هست، داعی را هیچ کسی نمی. داعی چرا دعوت میده؟ شیطان بر علیه شیطان هست دعوت، خب بر علیه نفس هست، شیاطین انس و جن هست، پس آنها نمیتونن ما را دعوت بدن. آنها آمدن که ما را دعوت بدن. دعوت ما وقتی مستدل به قرآن و حدیث باشد و تصدیق خود الهی داشته باشیم، دعوت ما بر دعوت آنها غلبه میکند. بین خاطر قرآن عظیم الشان فرمود که لن یضروکم، دایان حق و دایان توحید و آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر، شما را هرگز این کفار دیگه نمیتونن ضرری بدن. ترغیب قتال. حالا این همه من عرض کردم از یا ایها الذین آمنو، تمهید و ترغیب برای قتال بود. برای چیه؟ که میدان امر به معروف و نهی از منکر درست بشه. قتال برای دیگه هدفی که نیست که ما بتوانیم دعوت خود را علنی بکنیم، به هر کس ابلاغ بکنیم، اسلام خود را با عمل عرضه کنیم. صحابه همین کار را کردن، اونها اسلام خود را به جهان عرضه کردن با عمل. این خاطر الله سبحانه و تعالی اکنون ترغیب القتال میده، اگر از این بیشتر همت کنن،
اگر بخواهند که از زبان هم دست شمشیر ببرن، ای آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر، تو اینا بدانید که یولوکم الادبار، اینا آخر به شما پشت میدن، نمیتوانن مقاومت کنن با شما. ثم لا ینصرون، وقتی اینها پشت دادن دیگه از طرف هیچ کسی نصرت نمیشن، به شرطی که شما آمرین بالمعروف ناهین عن المنکر و جهاد شما، جهد شما برای امر به معروف و نهی از منکر باشد. باید انسان اول بداند که چی بید. مثل اون نباشد که میگن ذات کافری رب زمین و بعد گو مسلمان میشم نمیشه، گو بابا مسلمان تا بگو بیزار من مسلمان میشم، مثلا که از مولا بپرسم. اینطور نباشد. ما امروز از عظمت قرآن بیان میکنیم، از عظمت سنت بیان میکنیم، از عظمت علم بیان میکنیم، لیکن متاسفانه خود ما قرآن را نمیدانیم، خود ما سنت را نمیدانیم، خود ما احکام را نمیدانیم. این واقعا دیگه اون چیزی که خدا میخواهد اون چیزی نیست. صحابه کرام با دانستن قرآن و دین قدم گذاشتن و با هدف عالی وارد شدن و هر یکی از آنها ستاره هدایت بود. پیغمبر علیه السلام فرمود اصحابی کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم، او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. هر ستاره نوری دارد، یک ستاره نور بزرگتری دارد، یک ستاره نور کوچکتری دارد، و لحاظا با علم به میدان بیاییم. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا، کوبیده شده بر این یهود و نصارا و اهل کتاب ذلت و خاری، هر کجا یافت بشوند، الا مگر دو صورت، به حبل من الله و حبل من الناس. اون زمان یک مقدار ذلت از اینها دوره که ریسمان الهی را بگیرند، یعنی منحمک در عبادت باشند، یا ریسمان مردم را بگیرند، ماتحت مردم باشند. غیر این صورت در هر جای نقطه ذلت بر اینها کوبیده شده. ذلت به معنی پستی همت. یهودی هر چقدر سرمایه داشته باشد احساس ناداری میکند. ذلت معنی پستی همت مگر دو صورت، الا اینما سکفو اینما وجدو، هر کجا یافت بشن، الا به حبل من الله و حبل من الناس. امروز زیر بار نصارا که حبل من الناس هست یهود قرار دارد. یهود را یک روز نصارا ویل کنند، حمایت اسرائیل را امریکا و انگلستان و همه این کافرهای بزرگ جهان که غیر هندوان او را ویل کنن. جب اینکه حبل من الناس که گفت مراد ناسها غیر مومنان، حبل من الله مومنان. بیدار کن. و باعوا بغضب من الله، و رجوع کردند اینها با غضبی که از جانب خدا هست. اینها تورات و انجیل و کتابهای آسمانی را ترک دادند، حالا اینها مغضوب علیه‌اند، رجوع کردند به غضب بزرگی از جانب خدا. و ضربت علیهم المسکنه، و کوبیده شده است بر آنها پستی و کم همتی. مسکنه ذالک، این مسکنت و غضب و ذلت به سبب این است که اینها کانو بودن در زندگی یکفرون به آیات الله، آیات الهی را اینها انکار کردن، و یقتلون الانبیاء، و قتل کردن در طول تاریخ اینها انبیاء را بغیر حق، حتی خودشان هم میدانستن که ناحق ما انبیاء را میکشیم. ذالک، این کفر و قتل انبیاء بما عصوا، به سبب آن نافرمانی که در طول تاریخ از فرمان خدا کردن، و نافرمانی به خاطر این بودن که کانوا یعتدون، اینها قوم متجاوز بودن. هیچ زمانی اعتقادا و عملا اینها در حدود الهی پابند نبودن، همیشه تجاوز، در اعتقاد تجاوز، در عمل تجاوز. حالا تجاوز سبب اسیان سبب قتل انبیاء سبب کفر به آیات الله.
اینا تجاوز کردن از حدود الهی، شدن نافرمان. نافرمانیشون به حدی رسید که قاتل انبیا شدن. وقتی نبی را قتل کردن و کفر به آیات الله شد. بعد اونهایی که مؤمنند و متقیند الله تعالی جداش میکنه. لیسو سوا، همه اهل کتاب برابر نیستند. وقتی قرآن نازل شد من اهل الكتاب امتون، از اهل کتاب بعضی از اهل کتاب جماعتی هست، از اهل کتاب یک جماعتی هست قائمتون یعنی ثابتتون بر دین حق ثابتن و صفت آنها یتلون آیات الله آناء اللیل، تلاوت میکنن آیات الهی را در ساعات شب و هم یسجدون و آنها سجده میکنن خاص برای خدا. بله امروز اگر عالمی حافظی در این صفات باشد واقعا این صفت خوبی خدا بیان کرد که من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله. هر کس یک وظیفه ای دارد. وظیفه آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر در روشنایی تلاوت آیات الهی. آنهایی که امر به معروف میکنند و نهی از منکر میکنند و لہذا ایمان میارند در روشنایی آیات الهی هست. در این ادامه الله تعالی فرمود که مجاهد یا تالی آیات الهی اینها میتوانند بر جاده مستقیم ثابت قدم بمانند و آنها خالص برای خدا تسلیما سجده خاص برای خدا میکنند. ایمان کامل به خدا دارند و به روز آخرت. ایمان کامل به خدا و روز آخرت چیه؟ تمام احکام الهی را از روی کتابهای آسمانی باور دارند و روز آخرت را همانطوری که خدا بیان کرده باور دارند. یهود و نصارا دیگه نسبت به قیامت خیلی خرافاتش نبوده که میگفت لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. الله تعالی این اعتقاد از کجا درست کرد که شما را آتش جهنم فقط چند روز مس میکنه؟ اینه که من نگفتم. باز الله تعالی میگه اونهایی که ربانی اند و اهل کتاب اولین صفت تلاوت آیات الله آناء اللیل، در حالی که خودشان سجده میکنن تسلیم برای خدا، تصدیق میکنن تمام دستورات الهی را و روز آخرت را. و درجه چهارم یأمرون بالمعروف، این عمل متعدی آنها امر به معروف و نهی از منکر میکنند و خلاصا یسارعون فی الخیرات، از یک دیگر سرعت در خوبی ها میگیرند. مسارعت در خیرات، از یک دیگر سرعت گرفتن در خوبی ها. سروران گرامی این محمود است. انسان در باب عبادت و خیر باید بکوشه که از دیگران بره جلو، بیشتر از دیگران نماز، روزه، تلاوت، ذکر، امر به معروف نه از منکر. اینا خلاصه کرد در آخر که یسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین، اینها هستند از صالحین. این صفات بندگان خوب الهی که الله تعالی گلچین کرد که عالم ربانی او مشغول به تلاوت آیات الهی آناء اللیل و آناء النهار است. هم در ساعت شب را اینجا ذکر جای دیگه آناء اللیل آناء النهار هم آمده به خاطر اهتمام. شب اکثر غفلت است لیکن بندگان خدا غفلت نمی کنند، با آیات الهی شبی را می گذرانند. و اولئک من الصالحین. خلاصه و ما یفعلوا من خیر، آنچه این انسانها خیر انجام بدن هرگز ناشاکری کرده نمیشن، بیقدری نمیشون. خیر هیچ کسی را خدا نادیده نمیگیرد. فلن یکفروه والله علیم بالمتقین. چرا؟ الله تعالی متقین را میداند کیا متقیان و کیا خیر برای خدا انجام میدن. الان تخفیف دون اخروی هست. ان الذين كفروا، اونها که به جای ایمان کفر میکنند هرگز دفع نمیکند اکثر آنها اموال آنها و نه اولاد آنها من الله ای من عذاب الله شیء، هیچ چیزی. هر چقدر اینا اموال داشته باشند، اولاد داشته باشند، عذاب خدا را اثر اینها هرگز دفع نمیکند. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
اینها صاحبان جهنم، همیشه تو جهنم میمانند. مثال انفاق کفار را قرآن عظیم بیان میکند که کفار صدقات دارن، خیرات دارن، همفکری و به اصطلاح از حقوق بشر دم میزنن. الله تعالی میگه با کفری که آنها دارن، این نفقات و خیرات آنها انفقوا سفلت الیهود علی علمائهم المحرفین. الله تعالی میگه مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال آنچه که اینها انفاق میکنن، یعنی سفله یهود و نصارا برای بزرگان خودش در این حیات دنیا، کمثل ریح، در بربادی و تباهی مثل یک بادی هست که در آن باد سرمای شدیدی باشد. این باد با سرمای شدید اصابت قومی، اصابت کند به زراعت یک قومی، به باغ یک قومی، این سرمای باد شدید با سرمای شدید بر بخوره به زراعت یک قومی که اون قوم به خاطر کفر و شرک ظلم کردن بر جانهای خودشان، پس این باد با این سرما تباه کند اون هر قوم را. لہذا این کفار مثالشون همونه. زکات اینها را بعد کفر و شرک لہذا از بین میبرد و مثال از نابود میشه. و ما ظلمهم الله، در دادن عذاب الله تعالی بر آنها ظلم نکرده، ولكن انفسهم یظلمون، لیکن آنها بر نفسهای خودشان ظلم کردن به خاطر کفر و شرکی که انجام دادن. ترقی از ما قبل امر به معروف کنید، لیکن سرا محبت با کفار نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ای مؤمنین شما امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید و قرار ندهید دوستان صمیمی غیر خود را. بطانه سروران گرامی، لای درونی پارچه که به بدن می چسبد آن را بطانه میگن و لای بالایی را زهاره میگن، زهر هست. الله تعالی میگه اینها شما رازدان نکنید. ای کسانی که شما ایمان آورده اید، لا تتخذوا بطانة من دونکم، چرا؟ علت ولا یعلونکم خبالا، کم نمی کنم در میان شما فساد را. خبال به معنی فساد. لا یعلون من لا یقصرون، کمی نمی کنن، کوتاهی نمی کنن در فساد رسانی. و دیگه چرا اینها را بطانه قرار ندید؟ در دوست صمیمی رازدان خود که ودوا ما عنتم، مشقت شما را خیلی دوست دارن مشقت شما را. ما مصدریه، مشقت شما را، تکلیف شما را اینها خیلی دوست دارن. قد بدت البغضاء من افواههم، به تحقیق ظاهر شده است بغض از دهنهای اینها، از میان سخنان اینها بغض ظاهر شده که از طرف گوشم در آمد. و ما تخفی صدورهم، آنچه که مخفی دارد دلهای اینها خیلی بزرگتر. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، الله تعالی میگه من آیات را تبیین کردم برای شما اگر واقعا شما عقل دارید. اگر عقل دارید بفهمید. این کفار یهود نصارا خصوصا روی سخن با نصارا و یهود است، دیگه کافرها روی سخن زیاد نیست، از دهن اینها ظاهر شده و آنچه که دل اینها مخفی دارد خیلی اکبره. من خدا آگاهم و برای شما بیان میکنم. ان کنتم تعقلون، اگر شما عقل دارید و بفهمید، سر عقل بیایید، اسرار خود را، رازهای خود را، کارهای خود را، و اینها که امروز با کافرها همکارن، نقشه و طراحی دارن، هر چقدر کلمه بخوانه مؤمن نیستند. خبردار، ها انتم اولای تحبونهم، خبردار شما اینها، ها تنبیه، شما همینها
محبت میکنید با آنها، لیکن ولا یحبونکم، آنها با شما محبت نمیکنن، نه ظاهرا نه باطنا. و شما ایمان دارید به تمام کتابهای آسمانی، بالکتاب کلی، الف لام جنسیه، به تمام کتابها شما ایمان دارید. تورات را کتاب خدا قبول دارید، انجیل را کتاب خدا قبول دارید، زبور را کتاب خدا قبول دارید، قرآن را کتاب خدا قبول دارید، لیکن آنها تمام کتابهای الهی را قبول ندارند. لیکن بسیار چرب زبانند و چاپلوس درجه یکن. اذا لقوکم قالوا آمنا، وقتی شما را ملاقات میکنم ما مؤمنی، ما مسلمانی، ما مسلمانی. و اذا خلو، وقتی از مجلس شما جدا میشند و میروند، عضو علیکم الانامل من الغیظ، میگزند انگشتهای خود را از خشم. صحابه آنقدر مؤمن بودند و صحابه آنقدر، قرآن میگه لیغیظ بهم الکفار، از محبت صحابه، از فداکاری صحابه، از اطاعت صحابه، از خودگذشتگی صحابه، این کفار به رنج بودن. شما دیدی ما خواندیم تعالی هر ترفندی که اینها کردن که صحابه را از رسول الله جدا کنن نتونستن. بین خاطر الله تعالی میگه با شما بر میخورن، آمنا میگن، شما که مومنید، شما که هر که کلمه بخواند خوشحال میشید که ماشاءالله امروز با ما تشکیل شد 10 نفر، خوشحال میشه؟ نمیشه؟ همین دعات ما برن 4 نفر با آنها در بیاد، خیلی خوشحال بود، الحمدلله 10 نفر با ما تشکیل شد. و صحابه سبحان الله که عاشق ایمان، نه ایمان ما و نه ایمان صحابه، نه خواهش ما و نه خواهش صحابه نسبت به آخرتا. صحابه فنا فی الله بودن، همه طالب رضای خدا بودن. اگر کسی را که پیغمبر گفت بله یکی به دست شما هدایت بشه چقدر فضیلت داره، صحابه باور داشتن، لیکن این خبیثه ها سخت عداوت داشتن. این صحابه را که ملاقات میکردن دیدن صحابه از ایمان خوشحال میشن، از ایمان خود میگن آمنا آمنا آمنا. وقتی که جدا میشدن خشم شدن که انگشتها خود را میگسیدن. خشم اینطوره، نه عادت بشره. و اذا خلو، وقتی جدا میشن از شما و میرون، تو عضو علیکم الانامل، انگشت میگزن بر شما از خشمی که بر آنها هست. قل بگو پیغمبر من موتو بغیظکم، بمیرید با همان خشمی که دارید بر ابوبکر و عمر و عثمان، بمیرید. قل موتو بغیظکم، بمیرید با همان خشمی که دارید نسبت به صحابه. ان الله علیم بذات الصدور، الله تعالی آگاه است نسبت به اسرار به ذات الصدور، یعنی از این خاطر به شما ابلاغ کرد، چون الله تعالی علیم به ذات صدوره، به شما ابلاغ کرد. لحاظا شما آگاه باشید، از این اسرار شما خبر نداشتید. الله تعالی به ذات صدور خبر دارد، میداند که یهود و نصارا چه عداوتی به پیغمبر و چه عداوتی به اصحاب پیغمبر دارد. اطلاع کامل خدا دارد و خدا به شما ابلاغ کرد، لحاظا به هوش باشید. اینقدر حاسدن ای پیغمبر، ای صحابه، ان تمسسکم حسنة تسؤهم، اگر به شما حسنه برسد، خوبی برسد، حکومتی برسد 4 روز، تو حسنة تسؤهم، خیلی برای اینها بده. و اگر برسد به شما سیئتون، یک بدی، شکستی، شماتتانا یفرحوا بها، خیلی خوشحال میشه. و به نعمت صحابه اینها مغموم میشدن. و اگر مصیبتی مشکلی به صحابه میرسید اینها خیلی خوشحال میشدن. دشمنان مار در آستین، جا وقتی که چنین دشمنان مار در آستین، پس باید اینها را شکن کرد و گذاشت. الله تعالی میگه نه، من خبردار کردم که اینها دشمنند، لیکن تا اون زمانی که وقت می آید شما باید صبر کنید. اگر صبر کردید و اگر تقوا را پیشه خود کردید تو هرگز مکر اینها برای شما هیچ ضرری ندارد. لا یضرکم کیدهم شیئا. چرا؟
ان الله بما یعملون محیط. تمام اعمال آنها را که بر علیه شما و پیغمبر و اسلام اینها برنامه ریزی کنند همه در حیطه قدرت خدا هستند. خدا تمام اعمال را با خود آنها احاطه کرده. الله تعالی همینطور میکنه که یک خود تمام را برباد میکنه. فرعون جمع کرد با تمام تجهیزات را آورد توی دریای سرخ. ابو جهل با تمام تجهیزات آورد از حرم خودش، از حرم امن الهی بیرون شد، آمد کافلش نجات کرد، لیکن از آنجا که اجلش رسیده بود آورد در بدر رو همه را سرنگون کرد، همه سردمداران کفر سرنگون کرد. تو الله تعالی اعمال اینها را احاطه کرده است. این اوس و این بنو قریظه و نذیر و بنو قینقاع اینها به جزاء اعمال خواهند رسید. متعلق لا یضرکم کیدهم، صبر داشته باشید، صبر بر طاعت، صبر بر عبادت، صبر بر مصیبت، صبر عن المعصیت، تقوا داشته باشید که آنها برای شما ضرری ندارد. این متعلق بالی لا یضرکم کیدهم و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم اذ هم طائفتان منكم لم تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الله سبحانه و تعالی به صحابه گفت شما صبر داشته باشید، شما تقوا داشته باشید، اوامر الهی را انجام بدید، از منهیات اجتناب بکنید، اطاعت کنید پیغمبر را، که برای شما هیچ ضرری ندارد. لا یضرکم کیدهم. حالا به عنوان نمونه الله تعالی واقعه بدر و احد را بیان میکند. این قصه احد هست که در نصف شوال سنه 3 هجری، نصف شوال سنه 3 هجری، 2 هجری در رمضان سروران گرامی معرکه بدر رخ داد و ماه رمضان بود. 1 سال بعد در 3 شوال، نصف شوال سنه 3 هجری، 1 سال بعد معرکه احد رخ داد. پیغمبر علیه السلام در موقع احد مشوره گرفتند از صحابه که چه کار کنیم، بریم بیرون از مدینه برای دفاع یا داخل مدینه باشیم و دفاع کنیم. چون چرا شد؟ خب آخر پیغمبر علیه السلام گفت باید بریم. رفت داخل خانه و زره پوشید و سلاح برداشت و بیرون آمد. صحابه گفتن یا رسول الله هرچی شما بگید. یک دسته گفت و بیشتر دسته ها منافقین گفتن نباشیم همینجا داخل، اگر آمدن اینجا دیگه همه کس به جان آنها میفت. صحابه یک مشوره دادن که نبریم بیرون، اینجا زیر دست و پاده و جلوی زنان و بچه ها جنگ کردن آسان نیست، بیرون بریم هرچی شد. خلاصه پیغمبر وقت داخل شد سلاح برداشت، با صحابه گفت یا رسول اختیار شما خود. پیغمبر علیه السلام فرمودن نه، برای نبی مناسب نیست که زره بپوشد و بعد دیگه زره را باز کنه بدون جنگ. رفتن به احد. صبح احد در شمال مدینه، جایی که مسجد النبی هست تقریبا شمال، درست در شمال غربی هست و این شمال شرقی. کوه احد شما ببینید از این ستون گرفته تا اونجا فرض کنید کوه احد است. این مدینه منوره و مسجد النبی اینجا هست. مشرکین از این پایین آمدن، از جنوب میان، از مکه آمدن و از پایین مدینه رفتند اون طرف کوه را که به اصطلاح انتهای کوه احد است، اونجا پشت به کوه زدند و لحاظا آنجا خواستند که دیگه از این طرف به مدینه حمله کنند. چرا؟ در جنوب مدینه آبادی های یهود و نصارا یهود بودند، بنو قریظه و بنو نذیر و قبا و باغ ها بودند و لحاظا در این قسمت هم باغ بودند.
این قسمت تمام باغ و آبادی، این قسمت باغ، این پایین هم خالیه، اون طرف هم خالیه. و پیغمبر علیه السلام که خندق زدن هم از اینجا گرفتن تا اونجا، این قسمت غرب مدینه را خندق زدن. تو قسمت جنوب مدینه با قسمت شرق مدینه با باغها محاصره. و الان هم که انسان نگاه می کند که شهر خیلی وسیع شده، همه باغند. بس پیغمبر علیه السلام رفتن آنجا، صبح اینجا حرکت کردن، صبح زود از غدوت من اهلک. و اونجا دیگه الان با ماشین تقریبا 10 دقیقه باری میشه، اگر ترافیک باشه 10 دقیقه بیشتر نیست تا احد، خیلی نزدیکه دیگه. خوب اون زمان که با شتر و با لشکر برن حتما دیگه صبح زود حرکت کردن و لحاظ اونجا رسیدن. و پیغمبر علیه السلام به وقت جنگ، حالا این کوه احد باشد، از این قسمت همین طور رودخانه ای دارد میاد از کنار احد، به عینی مثل همینه. این رودخانه اینجا یک کوهک کوچکیه، جدا از فرض کن اینجا اون کوهیه. این رودخانه که الان پر از خاکش کردند و سالها، لیکن اون زمانه معلوم است که خیلی گودیه بوده. و این رودخانه از همین طرف، از این طرف میاد و این طرفه. اگر لشکری از این رودخانه بیاید لحظه دید ندارد. چرا؟ اینجا میدان این یک کوه کوچکیه که الان همون کوه کوچک کمی مانده، همه را کشیدند و بردن. خب پشتش میدان هست، اون طرف کوه بزرگ احد است. کفار خود را به کوه گرفته بودند. رسول علیه السلام آمد و از این رودخانه بزرگ گذشتند، از این رودخانه، و اینجا همون کوهیه که به عینی الان اینطور گذاشته، اینطوره، همینطوره. اینجا یک گردنه ای دارد. معلوم میشود چون از پرسیدن، من اینه خیلی پرسیدم و آنچه که من برداشت کردم، همین کوه یک طرفش به داخل رودخانه، راهی که الان هم ندارد. اون زمانه تخمین زده میشه که این رودخانه خیلی گود بوده و راهی اصلا نبوده، غیر از همین که از اینجا یک راه بوده، باز از این گردنه اون طرف رفته، این طرف ها دره دره بوده. الان که مدینه منوره همون به کوه احد چسبیده است، شهر مدینه، و جایی که نبرد بوده و شهدای احد دفت یک چاردیوالی تمام دور بر اون میدانی را که جنگ شده حالا ساختمان بستن. جایی که شهدای احد دفنن هنوز همونطور میدانه و همون دیواری چاردیواری هست، داخلیش قبری معلوم نمیشه، یک میدان صافی به نظر میاد. رسول علیه السلام آمدن 50 نفر را اینجا مستقر کردن که پشت سر رسول الله. این گردنک پیغمبر رمات را اینجا مستقر کردن، احد اون طرفه، اینجا یک کوهی به اصطلاح فستگین کوهی، مثل این کوه که در وسط اینجا قرار گرفت، کوه احد که خیلی بزرگه. اینجا پیغمبر پشت سر این رمات را مقرر کردن که خب جلوی ما هرچی هستن کفار دیگه به این قسمت کوه قرار گرفته بودن، دامنه کوه را کفار گرفتن احد را. این طرفش خالی بود، این طرف کوه را کفار گرفتن. پشت سر پیغمبر علیه السلام کوه کوچکی جدا از احد. اینجا رباط را مستقر کرد که از این رودخانه کسی نیاد از پشت ما حمله نکند، رخ ما که با دشمنه پشت ما محفوظ بشه. خلاصا این پشت را رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط کردن با 50 رمات که روی اون قلعه بیستن. از هر طرف، این طرف هم اون رودخانه دید داره، فکر من اینه، و این رودخانه که میره پایین این هم دید داره. اگر کسی بیاید راهش فقط همین گردنه که از این کوه کوچک بیان بیرون، که راهی نداشت که از هر جا اسب بتونن،
چون اینجا یک دره باز از کوه احد سرازیر به این رودخانه بزرگ میرید. من اونجا که تخمینی زدم این کوه بود و یک گردنه دارد، فقط از همین الان که کوه را صاف کردن، سنگا همه چیز بردن، لیکن همون گردنش مشخصه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمود این مسیر گردنه بالای این کوه دو قسمت داره. این کوه کوچکیه، کوه بزرگی نیست، مثل این کوه به اصطلاح بلا تشبیه این کوه تیراندازی. ببین این طرفش هم کوه، وسطش یک گردنه، اون طرف هم کوه، به عینی همینطوره. پیغمبر علیه السلام رمات را اینجا مستقر کرد و خودش رفتن توی میدان و جنگ شروع شد. بین این کوه و اون کوه احد میدانی صافی و بزرگیه. اونجا وقت نبرد شروع شد، صحابه با اولین حمله اونها را ضربه زدن، اینها فرار کردن. اونجا یک گردنه دیده میشه، کوه بزرگیه، همون قسمت احد. اینها از اونجا پشت اون کوه رفتن، اینها خود را مستقر زده بودن به این کوه. خب صحابه توی میدان جمع آوری چی کردن؟ مال غنیمت. این رباط دیدن که بله کفار فرار کردند و دید داشتن که دارن میرن. حتی که لباسهای خود را یکی گفت که اون زنان اینها هم پاجامه ها را بلند کردند و دیده میشد ران آنها که فرار میکنند. بعد صحابه اینجا عبدالله ابن جبیر هر پیغمبر علیه السلام فرمودن که شما باید همینجا مستقر باشی. پیغمبر گفته، اینا گفتن نه بابا میدانه. انسان نگاه میکند جایی که شهدای احد دفنن به این کوه نزدیکه، چون شهدا اکثر همینن که اینجا شهید شدن. از 70 نفر 6 نفر نه 8 نفر که با اون همینجا مانده بوده اینجا شهید شدن، باقی به دامنه کوه که رفتن. خالد ابن ولید این دره را که از اون طرف رودخانه می آمد، همین رودخانه را آورد و از همین گردن بالا آمد. خب اونها از اون طرف منتظر شدن که از پشت خالد آمد با لشکرش، اونها از جلو، هم صحابه از پشت و از جلو مورد حمله قرار گرفتن. از طرف احد کفار دسته بزرگ آنها و از پشت خالد با لشکر خودش مسلمان ها در محاصره افتادند. لحظه وقتی که میدان در وسط این میدانی جنگ خیلی گرم شد و صحابه شهید و زخمی شدند، اون قسمتی از صحابه به این طرف کوه فرار کردند. معلوم میشه که بین این کوه که مغر این 50 نفر بوده و تا اون احد کمی فاصله هست، جنگ در وسط گرفته. پیغمبر علیه السلام را اونا بعضی گفتن که به طرف یک دره میاد بزرگ، پیغمبر به طرف این دره رفته و صحابه به این طرف رفتن. این طرف به کوه بزرگ احده. همین الله سبحانه و تعالی داستان احد را و بدر را که آنها مکر کردن، من چطور شما را از مکر آنها نجات دادم. همونه که لا یضرکم کیدهم، نمونهش را الله تعالی بیان کرد. دیدید که قریشی ها چقدر مکر کردن و من شما را از مکر آنها نجات دادم. اگر الان شما هم همیشه ثابت قدم بمانید، صبر کنید، تقوا داشته باشید، در مراحل بعدی هم من شما را کمک خواهم کرد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.